نامه اولین مکتوب اون وقت به اینترنت نبود، وقتی ما به اینترنت بود تلفن های دستی نبود. اولین خطی که من اکنون از دیه برآمدم، از درونی سنگ خوجندی باستان، درونی خاک با آمدم، یک بار ملایم با یک نغز دیدم موندم، یک دیگر یکم خط تا تانیسته نمده. اون وقت عقلم خطی نوشتم، جواب آمد و اکنون از شهر روسیه میداند، من روسیه حال نمیدانم اینقدر. جواب داد любовь это 6 букв переносит тебе много мук. خواندم، یک بار خواندم، دو بار خواندم، سه نفهمیدم. بعد گفتم این نچه любовь 6 خلطه آرد بوده است. یه فهمیدم که حقیقتا любовь это مک. عزیزم نامت را مثل گل بگرفته بو کردم، عزیزم نامت را مثل گل بگرفته بو کردم. ز شادی من به این گل مثل بلبل گفتگو کردم، ز شادی من به این گل مثل بلبل گفتگو کردم. بخواندم چون سخنهای تو را من گشته برگشته، بخواندم چون سخنهای تو را من گشته برگشته. دلم را با دلی پر مهرت از نو رو برو کردم، دلم را با دلی پر مهرت از نو رو برو کردم. تو را این شب عزیزم خواب دیده گفتگو کردم، رخم را سپیدم با عشق شادی شستشو کردم. تو از بس که نمی آیی به پیش دردمندانت، فقط یک دیدنت را صحبتت را آرزو کردم، فقط یک دیدنت را صحبتت را آرزو کردم. خب رحمت، معلوم که یکم نامه هم میکتا، یکم نامه هم خیلی بده است. آدمان پاک تشکر زمیزان نخستم از زم رحمت همین که گونید همین که هم حافظ یک قرصک زنیم سمیز جان این که هم جوره بیگ مرادف پریچاسکا کستون پوشه ها هم هدین تا